امروز مردم همون طرف برده است، امروز مرده است خلق. برای ما وطنای عزیز فکر خودتون کنین. اینجا برادر بهادر اومدگی است اول و شهره قطعی به هر حال دوستی عزیز باید قبول کنیم، امروز صحبت کنیم. انا فکر نظری برادرم بگیم بفهمیم، میتونه که شما هم داخل شین انا صحبت کنیم. برادر بهادر امروزه صحبت ما درباره اینمو خانه‌ای که چپه شدن، چرا چپه شدن و چند بلبد که اونجا چقدر سخت بود که تمام کوچه خانه‌های نو بنیاد کردگی بگیم همینطور فرو رفتگی است. فرو رفته. گناهگار کی است، عیبی کی هست، کی او را حجت کرد، با کدام استاندارد او را حجت کردن و چقدر انسان ها جان باختن در همین مسئله ها و میخواستیم که فکر نظر شما را فهمیم. سلام علیکم боя бурди акай Асанаев. Иҷа ман ҳами ҳазор боро гуфтагиам. То и калагавси ҳами даюс, то ҳами Эмомалӣ Раҳмон, иҷа ҳами калагавси ҳами даюс бинаватен. ҳами даюс баи фоҳишабозиши баи кайфи сафое ки мекунад дар болои халқ чиз хай дига уже ман намедонам калагавса чӣ бигӯм. ҳами қама медонам ки ҳами Раҳмонов бинаватан. ҳамаи бадбахтӣ дар сари халқи мо меяку ҷои халқи мо нав қасри қалъаи кози Раҳмонов зиндаги кесаку бояд халқ бирад қасри қалъа зинда кунад. Раҳмонов абанд ҳами оғилои кози халқи ростагӣ зиндаги кесанку хона фунда ми надорад, конечно чапа мешавад. хона даже як ғишт пухта надорад, конечно чапа мешавад. и ҳамаи касрати касофатӣ ки оби сел меояд, заминҷинбӣ мешавад, дига мешавад ку ҳами ба худо қасам ака нами таям бори худоён урусо даже мегӯяд ки ҳами калагавси Раҳмонов томидад. ҳами чиш меган карочи шайтона чӣ меган сатана сатана ана ҳами сатана Эмомалӣ Раҳмон. برادر بهادر ببین در یگان کنجی دنیا دیدگی هستی که خودت همینقدر مثال دیگر جا را گشتی از هم طریق اشتلوی خونه کنم نه همین اشتلوی در یگان استاندارد جوابگو هست ака вақтш ҳами вақтш اشتلوی қатӣ мекан девол лои қатӣ мекан чапа намеши не ки ҳами ҳози чӣ кор шидеса ҳами ё ҳози мегум ку ҳама ҳами касрати касофати ҳами Раҳмонов кеса дар сари халқ мезанад. ببین برادر ببین این همین تلفن ما رفتم خریدم اودی تاری همین تلفن خریدم. همین تلفن گارانتیا داره. همین تلفن که گارانتیا داره. همین تلفن اگر یگان حالت شوه وایران شوه یگان چیز شوه در همین تلفن یعنی که فرمای همین را برآوردگی اتویچاد میکنه جواب شمیته بسوزه یگان چی شوه همین فرمای همین تلفن جواب میده همیده غشت لوی مودا کی جواب میده کدام فرما برآورده است غشت کدام چوک акай Асанов ҳами ҷая гап гум ака то Раҳмон ҳами ҳамаи духтарош агар навум юбкошона бадар накуна фир ната изор напӯшона ку и зиминҷими чанд боро дига мешавад. ба фикр ман турсик намепӯшанд духтарош натари мегардад. конечно касрати касофати дар сари халқи мо мезанад. худо тобам акама кор нагирам баи озодаш баи чиз ба фикрам ки ҳами дига мега вентилясияҳои шамол бихирам гуфта даи гарми 40 градус Тоҷикистон вообще даже туртика намепӯшад ба юбка мегарданд. конечно зиминҷунбӣ мешавад. ببین برادر روز در اینجا گفتی که سالهای پیش ما لوی قطی خونه میکردیم چپا نمیشید هم خلاص و سالهای پیش اگر که خونه میکردی خود دلوی میکردی همراه دوستات و او را پخته میکردی آماده میکردی شو آب میزدن میموندن شو سم میزدن بالاش آب میزدن میموندن سحر او را و بار دیگه تا او را در جای لای زدن او را 4 بار 5 بار یا تا 7 بار گردان میکردن ICC میپرتن سم میزدن ICC میپرتن آب میزدن سم میزدن یعنی که لای قیش میشید. امروزه غیشته که ایراسیه خون میتن جان میتن عذاب میکشن کار میکنن میروان ای تاجیکستان غیشت میخرن. اون غیشته کی رختگی است یک کودک سنفی 8 9 7 رفتگی در لای زبر یا که در تای که یا جا رفته ساتیل قطعی آب آورده زده اونجا 1000 تا 2000 تا 3000 تا غیشت 1000 تا ایجا میگیره 1000 تا دستیو میگیره 1000 تا ایجا 500 تا ایجا 300 تا ایجا میوره و مرده خونه کدیسته گارانتی در هم غیشت کی میته هیچ کار ناولوی سم زدگی است. من غیشت رزیره دیدگی هستم
همسایه ما میریزن میگیرن هم یک بار کتمان قطعی میزنن یک بار دیگه او زده ایسه میزننش این هم دست قطعی هم خیلی هم میغوجن در درنی همو یشکچه زده ریخته رفته است همون خیشت اگر رفت پرتو قد آدم بخواه پرتو در پایان که چیت میشه و گم میشه و میره چی خیلی ما کدام عقل قطعی انامو را خونه سوخته زن فرزنده در درونش درآورده پدر مادر درآورده زندگی داره اکای هستن با ما میگم کو با والله قسم پایم بوی خدایم اکا تو اگر امی نمی امام دایوس امی پیدافیل اگر امی سر قدرت نروا کو این بدبختی کم برای خلق ما یالی کم شه یالی نمی کم ترکم مگر ایده بسیار میشه باید یک وظیفه باید نهی سرودخونی میشه رقص بازی میکنه قدم قربانه نهی پیدیکوی که میبرانی که خلق ما رو شرمنده میکنه کنه یا نباشن یک توی معرکه را در سرخون آدم را نگاه نکنن ده باید خونه مینیستر که خیلی شوه کو خطیب خونه کمبغل انی بالی مینی ای چیز ببره یا همه مال ملک خلق میدزن قطعی نه هفتو دومو داشت میبرن در دیگه جا میزنن نه خلق فقط سردار میکن امام دایوس وینامت ها امام دایوس خلق اوج به همین حال آوردگی کو هزار بارو میگم که رحمان و وینامت ها رحمان باید جواب تا به همه کور به همه این آدمایی که عذاب و مشقت کشیدن در میره خونه درشون چپه شد اینجا رحمان و وینامت ها باید این کلاغت ببین برادر بودر یک انسان رفته چای پیش خودش خریده و غشت آورده خونه کرده است این رحمانوف مجبور نکرده که تو برام غشت بیار خونه کرد یا کی اکا اصلا فهمو خودش سومی نداره که نون به حضور بخوره یک جا غشت پخته در زورش میرسه کمیشه بگو یا یک جا مایل غشت پخته نکرد آیا همون عقلش نگیره که هر یک اوگل هم چیل به چیل کدم و بگم ستون باری بیتونه ستویکه و بالاش ده سیسما پاییز بریزه مایلی موبایل غشت هم شوه مایلی همون قبول نمیره و بالای سوختگی نمکا ویزول یا یکی $1000 یا $1000 دیگه زیادی رفت اینجا کمیسیا در کره که اکم همه جایی که زمینای فروختگی هم که همه خونه امور یک لاوجه ببینه که خیلی خونه میزنه کمیسیا که نگاه نکنه میگه بمون دیتاجاش بکنه دیتاجا را برغشت لوی قطعی بزنی بخیزانش کنش نه چپا میشود در بالای خواب خب باید میگم که جای رحمان نه فکای که همی ما که بسیار باید گب نزنم اینجا برادرها بسیار خداوند همه خلقی ما همی خلقی که در همون عذاب کو خداوند این خلق همه مشکلیش آسان کنه و نه کلاغاس رحمان فقط نه 70 دومدش نه اوزودای کنیلی چقتی خداوند بزنن رسوا کنه که یا خلق ما را گنده وجه خور زور کردن مرد به انتهای پرزیدنتی پیتوخ نامرد دایوس رحمان برای ما یک دیال وجه خدا بزنه کنتر را رسوا کنه که همه خلق ما را معیب کرد مسلک کرد عروسی پوتین بلا ویش نمیاد در پیش دایره می نوده اینجا در خلق استرادت میکنه زن پوتین کنه بلا دوای توکلتون به خدا بسیار بد من چی نمیکنم که میبینیم همین چیزای حالت خلق ما را که یا برای عصبا میجوشه که تشکر زیاد برادر عزیز ان شاء الله که دیگر انسان‌ها را با بیم که میشنویم انا 107,000 سلام علیکم 107,000 سلام علیکم امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشی رحمت موضوعتون درباره چه که بودر سلام علیکم موضوع در زمین لرزه خونه‌ای که چپشی چرا خونه‌ها چپشیدن چند بال بود زمین قدر خونه یک قشلاق فرو رفت چی عیب داشت چی عیب داشت در اینجا چرا اکا بودر در سوال دارم خونه‌ای که ساز کرده سالهای 95 96 بود هستن همون خونه اوه هستن همون غشتو همون خونه تمام ریختگی میدونی امیرته انا را تر ریختگوشی غشت لویی ای میدونم ما جورا میدونم که آدم اوستای ریختگیش اوستای مومین مسلمان بود آخه اکا هستن در تاجیکستان ایک جای اصلا در خلق کمبغل سماپویس میگو ارماتور میگو ایش میگو خب ببین همون انسان 8,000 $10,000 $7,000 رسخود میکنه تو که همون خونه‌ش بگیم تو همون جا را برسونه
همون بولوشتا یا که بگیم که همون خونه را 6 کمناتا نکرد و 4 تا کرد یکی مستحکم کرد که خونه را در یک سال سوز نمیتونی که خونه را ما خونه سوز کردیم 10 سال دا سوز کردیم اوزی پیش گپ شه همین برادرم همون خونه ما اینا توز اول نمی‌نیم کلا که هم تا سوزگی اینسان میگم که 10 سال دا خونه سوز میکنی کی جو سوز میکنی خونه در یک سال سوز ببین برادر عزیز اینا مثال گیرم ما خونه ساختنی مثال ما گفتم که ما خونه را چیکار میکنیم اول هر یک همو 3 متری دا چقر میکنیم دیامتر 1 متر چقر ایامو چقری فوندامنتا میریزیم همو بگیم تو هم بالا را همو چیل با چیل کرده میریزیم هر یک 3 متری ده یا 4 متری ده رشات هم میگیریم میریزیم پول نه مای جوش ده خب بعد موبایلش بعد فوندامنت میریزیم بالای زمین ده تای زمین نمیکوبیم بالای زمین ده فوندامنت میریزیم بالاش ده بگیم که یعنی که همو 15 سانتی متر منالیت کردم خیلی میریزیم میمونیم است بعد موبایلش استوستا پرکدن میگیری زاتو باقوت است زاتو اوورنی زاتو زمین بجنبام نمیگوی که او چپا میشه این طرف یا که این طرف یا زمین دیوار کافیده میروه برای که ببین استاندارد نیست که استاندارد استاندارد نیست вообще استاندارد نیست که همین استاندارد حکومت نکرد همین استاندارد عقل انسان نمیکنه خود چه همین کار همون خونه توچکوبو دا بگین اگر او دیستیتینا نشون میده که تماما سیمن ندارن همین لوی خوک و همین قطعی کدگی خب اونم قدر پول سوخت همودا اینا شاید که $8000 راسخود کرده بود در همون خونه یا $10000 راسخود کرده بود خونه دیده سم هم نوارو را کو خونه نو ساختگی ولی کریشش گفت که همون گپو کریشش ول داغ دیدگی نیست هم پچکای شفروش هم طرف فرو رفت هم قدر مهنت و قدر پول و قدر راسخود همین طرف همین را نمیشید که ای انسان ما خیلی حکومت گفته مایل خر است حکومت احمق است بیا دوای حکومت نکنیم بیا ما عقل خودمون کار فرمونیم ما روسیه دا کار میکنیم هر یک تمون در روسیه قریب که در ساختمان کار میکنیم 80% مون در ساختمان کار میکنیم اگر 20% مون هم بازار و غیره کار کنیم عربا و کوچه کار کنیم 80% مردم ما در ساختمان کار میکنن 80% مردم ما را در ساختمان عقلش باور که از یک خیل پرربای روسیه دا زور میگیره میفهمه که کجا چند قدر بقوت باشه کجا چخیل باشه باید چند متر چخیل بریزی نخود همین را دانسته اومده در تاجیکستان خودش در خانه خودش اومده سپاژنیک به سپاگی گفتگی ولی خودش اومده لای قطعی میزنه یک استراخوفکا بگیم یا او گلشته بیتون نمیریزه یا استراخوفکا نداره همون پولی روسیه قطعی شدگیه گارانتش قطعی همش فرزنداش یا تای در ساختمان روسیه کار کردگی است یعنی در استانداردی بگیم که یک روسیه هم خیلی استانداردش بالا است نظر با دیگر جو بالاترین استاندارد قطعی کار کردگی همون انسان ساختمان از خودش عقلش میگیره که یکی چی با اومده مغشت قطعی میکنه چی با اومده در همون غلاش بیتون نمیریزه چی با سیسما پایس نمیریزه در دیوالش چی است اصلا یا که پول اکنوم میکنه اکنوم میکنه ما فکر میکنیم که اکنوم میکنه دیگه پرابلم داره یا مردم ما فقط با هم مشت آموختش دیگه است که ممالی بالای سرش قرار بروره ای کاره باید قرار بروره اکا اصلا همی اوزی برای همی میگوی نه اکی برادر که در خونه ما کار که باشه افتوه خونه ما یکم ایده اولی 4 طرف شد بیتون نداره نکی خیلی توکل بخدار زدیم چند قضور مومد خیلی باندیمش نکی در همی ما در همی یک سیروژین ولی پلازا حرام خر بود همی رحمان که در دول همی دود اما زمین اما خواهدم با یک گازو با یک چیز راست کن فوندن ریختم آیا طرف شما اکسکاتر قد یکم کندم بعد که ژورنالیستو خیستان همه زمین از سینما کن ایزو شو ور دکمنتوی خونه را برای امضا برداد با ور دکمنتوی خونه را داد یکم بود $1000 گرفت دادم بود $1000 یا گفته صدمی سیروژین ولی فقط رو زنده باشه یک خونخری حرامخر بود همی دوشنبه چیکار شده بود هایی که سوما دادیم با من فوندم سوما دادیم میگم هایی که ژورنالیستو که برو اومدن گپ زدن آوردن فوندم تا کان دادن منو دکمنتوی خونه را آوردن دادن من بخشش کردن رفتن اینا کو همین نمیسیروزی ولی کی میتونه یادو بگیره کنی ترما را جو کنه که یک حرامخوری که همه زمینای قرغانه اما دزدی گرفت باز بچه‌ش یک
2 میلیون اتاجا یک جای مغازین کلان بود امورا نذاشت تو گرفت امورا فورن کردود ای جو سومو برد مغازین اگر فروخت یک مغازین دولتی بود اون دولتی را گرفت شخصی کرد بچه شد کی امو ولی فاینای سیورجین ولی فادر میتر مرا جو که هیچ کنه که برای که همشون برای یک حرامخوریشون در بر رحمان نفوذ ایستادگان با نتای حرامخور را کنی تر مرا جو کنه. بله ببین برادر بهادر یعنی که ما هر موضوع میمونو و پیشترم تاکید میکنیم در آخرش هم تاکید میکنیم مرا که موضوع ما که میمونم باید ما حل مسئله را از فکرها پیدا کنیم. یعنی حل مسئله همیشه که باید رحمان فا باید برین دامو خونه امو دامو بشنونیمون ای خلق برا در قصر قلعه امی دایوسی رحمان باید بشید. خونه رحمان خونه خلقه. خلق نمی‌اینجا بگیم برادر هر یک موضوع ما همی است که یعنی که باید ما از سخنهای مردم و فکر مردم را بیدار کنیم. کوشش من همی است که ما فکر مردم را بیدار کنم و آینده انسانایی که خونه کردنی هستند و اون انسانو چیکار کنن یعنی که یک بیدار شوند یک بگن که بیست چیکار کردن در کار است. یعنی با همین خاطر بگیم که همین موضوع را من سوالا را بسیار بیشتر برای مردم میتونم. برادر 107,000 یعنی چی توصیه داری برای مردم؟ چی باید کنه وقتی که مردم آینده خونه ساختنی شود؟ چی پیغام داری؟ بگو پیغام تا برای پایان خیلی آدم زیاد است کوشش کنیم اینو را هم گوش کنیم. پیمان با هم گو استاندارد ساختن در کره خونه رو که هستن نه؟ یعنی چی کار کنن وقتی انسان خونه بسازن باید چی کار کنن انسان؟ چیکار میکنن سراسیمه نشیده خونه شون بسازن 1 سال نه 3 سال بسازن نه که مستحکم بسازن. تشکر زیاد برادر بگیم که 107,000 ان شاءالله که دیگر شما میتونین ما را از چی پیگیری کنین ما دیگر انسانو را هم گوش کنیم برای که خیلی اینجا آدمو زیادن ما یک لو قبول میکنیم. برادر سلام علیکم. علیکم السلام. امیدوارم خوب و صحت سلامت باشین. رحمت خدا. خب برادر عزیز فکر نظر شما در موضوع امروزه ما که مثال گیریم چرا در زمین لرزه خانه هم خیلی فرو رفتن زمین کفیدگی نیست پروست هم که بالای زمین در فرو رفتن چی فکر داره شما؟ چی عیب داره؟ کی عیب داره؟ دولت عیب داره؟ خانه ساختگی انسان عیب داره؟ غشت ریختگی انسان عیب داره؟ عیب کی هست همینجا؟ چرا همین حالت؟ اگر همین خیلی گفتی روسا آب سیلم بگیری عیب همین خلقه عیب برای چی؟ عیب برای که گفتی خودت هیچ نیست خود زمین فرو رفت در تاجیکستان بارون نیست همه قشلاقا را سیل شد این یک نشانه هست که خداوند ما را نشان داده که خلق بس که این قدر جبر و ستم و ظلم دیدیستین این همش همو چی میگن ای خاصیتی بعد این همو امام علی ای که ای خلق خیزیم بیدار شین یک چی میگن ای پای یک چیزی راست و ای پای مثلا زندگی ختم شین این گپ. دویم مسئله ای که شما میگین سیسماپویوس این نوعی شرایط به حد وضع است که میشوه این گپ شما قبول است این فایده دارد لیکن امین آب اگر سرش بگیری همینه کن اگر امام علی قرار قبول کنه که انسانایی که هر یک گوگل خونه تون باید 40 به 40 بیتون یعنی دروش ارماتور گفتگی باید هر یک گوگل خونه داشته باشه بالای خونه سیستم پایس داشته باشه بعد ما خونه رو داکیومنت میکنیم همین خلق همین پول میو امیره بکنه خلق او مختش دیگه همین چیزی بگیم که رژیم قطعی میکنن بله قرض قولا و همین کار با دوام میتیم برای که تحت چه بگم برنامه همه زندگی کده اومده استادیستیم خیال میکنن که تمام همین چی برنامه را که همین جاری کرد همون است دیگرش اهمیتی نمیتیم.
خب یک دقیقه برادر عزیز شما بستین همین برادر چیزی گفتنی است بعد من شما را قبول میکنم. اکای بهادر برو گفته کو بفرما برادر یعنی که چی دو داری اکای بهادر ده. سلام علیکم. و علیکم السلام. من نمیشه برادر بهادر. اکی بهادر دگر نیست. میگم فقط همین تسیو میکنی. بس بوده گیشه کجا. خیلی رو مسیح میکن کو بگو برات کن. نه رو تنه کجا خود تا اخورات فخورات میکنی اول میگم. آخه برادر ایسو گوش که برادر جون ای تلخی جون من میگم تو ساعت فوز نکنم تا کجا. خب برادر عزیز اکای ای برادر جون این راه همین راه باید یک کسبم برا دایر اون که یک شیر بچه ببرا که امام دایوس در جاش بمونه نمی همه اوجه اولادش خاطی که بگه که بیس که تو سلیش که اوجه خلق اوجه در جانش زدی باید خاصر قلا نکنی نه او خلق اوجه بگیری یا بسته کنه همه کنه همین فویشکاری باشه و چیز باشه یا برا اوجه پروژکسیون ما یک خوب میشه و چی نمیکنه همه خلق غلامی رو که سای آخه زنده بودگی شما داده کار یکا. خب برادر یک دقیقه من هم سوال خود دارم یعنی که همین خانهایی که چپه شده ایستادن در زمین لرزه یعنی دیدی نوارو را چندین انسان خرابان شد کی عیب داره؟ غیش ریختگی انسان عیب داره؟ خونه ساختگی عیب داره؟ استاندارد توجیگ عیب داره؟ عیب کی است؟ سمنت زاود عیب داره که سمنت زاود سمنت های سمنت نداره خلق در فروخته اوجا سمنت نداره خونه آخه به تحکرسی چه خونه میسوزی که خیلی مورا پرسوزی سمنتاش ایستادگی پروست غیشتاش چپه شدگی سمنت جوش در ایستادگی بیتونش شاید استوش اگه استوی بیزه بواده ما استوش با طبیعت این ای خدا و مقصد اونو اکا گفت اکو نحسی یا آدم در خلق زدسته یعنی که عیب خدا عیب خدا نیست خدا ما همون برادر 1007 گفت نحسی آدم در خلق زدسته نحسی اگر ببین اگر در هر یک گوگلش اگر بیتون میریختن امورا بگیم که فوندامنت خطی هم بلند میخیزوندن بازی همین خونه چپه نمیشید یعنی بگیم که اینجا значит خدا نمیزدی اورا چه خیلی میشیدیم هم نه اصلا نمیدونم اکجا ما تقدیر خدا ندونم اقصد اگر همین برادر ده ما 100% گفت برادر ده توری غلطیدیم مقصد گفتن بوده خب اگر که همین گوگلوش بیتون میریختی همین خونه بگیم فرو نمیرفت همینجا تقدیر همو استرافوفتا میکردیم خیلی میشیدی تقدیر با خیلی من انگلیا بود ایتالیا بود زمین جنبی شد که اکنیم 1000 سال پیش زمین جنبی نشده بود ولی هم از چند بال بود؟ من نمیدونم چند بال بود که او زده زمین جنبی من با خدا خبر ندارم یعنی برادر عزیز شما میتونیم رو از یوتیوب تماشا کنین برای که شما هیچی را نمیدونین برادر بادر یک فصله نگاه من میگم بعد بشه پنوتون بخدا با من میگم اکا تو اگر همی تویایی که بیمانه میگذره و این قوج رقصو میبرن به هر دوجه چیز نشان میتن تو یا گم نشون تو نای امام دایوس اگر نرا یک مومن مسلمان مچتو را اوی نکن امر معروف نبوشه کن یا حیات میگو کو خلق مولی کم شاید دیسه همه یک دقیقه توی این نمون یورا که من وقتی نمیخورم باید کافه که در کار نیستی ایرا دید اکر هستم نمون زیاده اکا اگر همی
این چیزا را باید همش اوج کارگری ارگان ایدم چه مایدم ما میشیم برادرها کو باید نه آدمایی که نه توی نتای کورای وایرون میکن همه نمی خوینای ما دولت نمی ای رحمان سرکاری قطعی نه دخترای کنیلی چش ای رحمان سرکاری نه خوینای دولت نمی اوفیزای که میبرن نمی نامردی را میکن در حق خلق ما کو ملت ما این صنعت ما نیست این چیزی ما نیست صنعت ما باید تر نباشه ما به خدا قسم امیورا یک بچه همین داغستان یا بچه چچن جوران نشون دادن شیشتم قچون کو ایزدار مودم بلند میگم که زمین به کف ما بدرو کنیشنا اوسوسا همه تاجیکستان ما خوب با خوب یکسان میشود اگر تو برنامه برای یو تیار کردستم یا برنامه ایشالله که را جمع کنم برای یو با خدای قسم اکای حسنای همین خدای به اون روزا برسونم همین چهره همین نامردا در روی اکران ایکو ایشالله یارا ما ایتای زمین میقپیم بدرویم ما تاجیکستان کو اولش خدا بدرویم یکم ایسر نمی نامردا نمی کنیوچایی که همه همین کورا را میکن در حق خلق ما در حق چیزای ما ایسر همین و ایسر امام دایوس شعر میکن مرد بانتری نامردایی که ایتای توی فویشگی میکنن بلای ای توی نیست بله راستی هم قدر کودک است زن است دختر است یعنی که این احمقی که جوانا میکنن اینا نوجوان مرد هستن برای یه برنامه هست علاهیده تشکر برادر بودر انشالله که باشه مرد به امامای رحمان فوزودی به حرکه عزتمون مرد به امامای رحمان به همین حکمت به نهی اوزوده کنیلی چکش دختر هفت دومانش خطی مرد به همین وطن فروشو دوای حرکه که من باید عصبان ویران میشن تشکر زیاد